همراهان عزیز، با درود و وقت بخیر. احتمالاً میدونید که شرایط در کردستان عراق برای هموطنانمون که در اونجا زندگی میکنن بسیار وخیمه. جمهوری اسلامی که همواره حار بوده، الان توی این مقطع 100 پله میتونم بگم بدتر شده. به همین منظور با دوست عزیزمون هیوا مجیدزاده همراه هستیم تا ببینیم از اوضاع احوال منطقه برای ما بگه. هیوای عزیز، یک دنیا سپاس که لطف کردی و در این شرایط وقت گذاشتی که با ما همراه باشی. میکروفون در اختیارته که در ابتدا توضیح بدی از منطقه، از شرایط خودت، چه اتفاقی افتاده، شرایطتون چجوره؟ سپاس رفیق میترای عزیز. من هم درود میفرستم به شما و همچنین شنوندگان و بینندگان رادیو آوای زن. شرایط کنونی همچنین که خودتونم احتمالاً از خبرها کمی آگاه باشید که رژیم جمهوری اسلامی از روز اول این جنگ تا الان مداوما حملات پهپادی و موشکی خودش رو به سمت اقلیم کردستان به طور عام و علل خصوص روی احزاب کردستانی که در این منطقه کمپ‌های پناه خانواده های خود را قرار دادن ادامه داده. این رژیم جمهوری اسلامی، البته من این اشاره رو بکنم، از همان روزهای اول انقلاب با این احزاب جنگش رو شروع کرده و تا کنون ادامه داشته و این کینه ای رو که احزاب کردستانی و به ویژه مردم مناطق کردستان ایران یک نه بزرگ به رفراندوم جمهوری اسلامی گفتن از همان روز اول و خودشون خواستند در یک مناطق خودمختار آزاد زندگی کنند و توسط احزاب خودشون که اون زمان تو مناطق بودن اداره می شدن، که نتیجهش این شد در سال 58 خمینی فرمان جهاد علیه کردستان رو اعلام کرد و اون جنایتی رو که همه میدونیم انجام داد و کشتار وسیعی رو در شهرهای کردستان، سنندج، سقز و دیگر شهرها انجام داد و این جنگ از اون روز ادامه داره. این جنگ هم به صورت رسانه‌ای، هم به صورت نظامی و هم به صورت ترور. ما در همین اقلیم کردستان یکی دو دهه پیش شاهد این بودیم دست کم 300 نفر از اعضای این احزاب تو شهرهای اقلیم کردستان از جمله سلیمانیه توسط نیروهای اطلاعاتی و نفوذی جمهوری اسلامی ترور و شهید شدند و این جنگ هیچ وقت از سوی رژیم جمهوری اسلامی بر علیه این احزاب قطع نشده و در جنگ 12 روزه هم دیدیم بازم به این احزاب حمله کرد و از روز اولی که این جنگ اخیرم شروع شد، یکی از اهداف اصلی رژیم جمهوری اسلامی برای به آشوب کشاندن و ایجاد رعب و وحشت به طور عام منطقه اقلیم کردستان بود و به طور خصوص علل خصوص احزاب کردستانی بودند که در این منطقه ساکن بودند و تا امروز که من با شما حرف میزنم بیش از 170 بار حمله پهپادی و موشکی به این احزاب و مقرات و کمپ هایی که اونها در اون ساکن هستند جمهوری اسلامی انجام داده که آخرین موردش هم دیروز بود. به 2 تا از مقرات و کمپ های حزب دموکرات کردستان ایران که منجر به شهید شدن متاسفانه 3 نفر از اعضای حزب دموکرات شد که 2 دختر و 1 پسر جوان کم سن و سال بودند. به غیر از این جمهوری اسلامی به خود اقلیم کردستان هم بیش از 300 مرتبه تاکنون حمله پهپادی و موشکی کرده به مناطق مختلف از جمله دوهو، اربیل و سلیمانیه و دیگر نقاطی مثل منطقه بالیسان در منطقه حوله و همه این حملات جمهوری اسلامی با یک هدف انجام میده: یک، فشار بیاره به جامعه اقلیم کردستان، به مقامات اقلیم کردستان که این احزاب رو از این مناطق بیرون کنه.
هدفیه که جمهوری اسلامی سالهای سال دنبال اونه و قبل اینکه این جنگ هم شروع بشه از 2 سال پیش پروسه‌ای رو شروع کرده بود در مذاکره با مقامات عراقی که اسمش رو گذاشتن یک توافق امنیتی، که توی این توافق امنیتی از مقامات عراقی و متعاقب آن از مقامات اقلیم کردستان خواسته که احزاب کردستانی که در این مناطق هستند خلع سلاح بشن و به جاهایی که اونا تعیین کردن منتقل بشن، که تا حالا قسمی از این پروسه رو پیش بردن ولی احزاب کردستانی تسلیم کامل این پروسه نشدن و اون کمپ سورداش که روز سه‌شنبه هفته گذشته اون دختر پیشمرد به اسم غزال مولان در اونجا شهید شد، اون یکی از جاهایی بود که از طرف مقامات عراقی و با وساطت سازمان UN که وابسته به سازمان ملل هستش و مقامات اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی، این مکان به احزاب کردستانی تحمیل شده بود که مکانی مدنی و کاملا بدور از فعالیت سیاسی و نظامی بود، که روز سه‌شنبه در طی یک حمله پهپادی یکی از اعضای این احزاب کردستانی در اونجا به اسم غزال مولان شهید میشه و همگی توی خبرها دیدیم. جمهوری اسلامی در واقع میخواهد که همچنین جاهای مدنی رو در اقلیم کردستان زده یا روستاهایی رو که اطراف اردوگاه‌های احزاب کردستان رو زده که مردم به مقامات کردستان به خاطر امنیت خودشون فشار بیارن که این احزاب باید از اونجا برن، از اونجا دور بشن، چون زندگی ما در خطر میفته. و در واقع جمهوری اسلامی میخواد پیوندی رو که این احزاب در پشت مرزهای کردستان ایران با جامعه خود تا کنون طی این 47 سال حفظ کردن، یعنی پیوند ارگانیکی که با مردم خود دارن، قطع کنه. هدفی که برای مجاهدین هم این رو پیگیری کرد، ولی فرق این احزاب با مجاهدین اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه اونو درک کنه. در واقع مجاهدین بر روی خاکی اردوگاه زده بود که خاک خودش نبود، ولی ما احزاب کردستان ایران جزئی از این جامعه کردستان عراق هستیم، یعنی این خاک هم خاک ماست. این طبیعت همان طبیعتیه که ما توی کردستان ایران داریم و همین مردمی که اینجا زندگی میکنن همون زبانی رو استفاده میکنن که ما تو کردستان ایران استفاده میکنیم. در واقع ما یک ملت هستیم، در دو سوی مرز قرار گرفتیم و برای همین جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه که این احزاب به کشور ثالثی انتقال داده بشن، خلع سلاح بشن و از پشت مرزهای خودش دور بشن که بتونه اثرگذاری اونا رو بر روی تحولات سیاسی و اجتماعی داخل کردستان ایران کم کنه، چیزی که تاکنون به اون دست نیافته ولی تمام تلاش خودش رو میکنه به اون دست بیابه. و یکی از اهداف همین موشک باران ها و پهپاد باران هایی که اخیراً روی احزاب کردستان و اقلیم انجام میده همین هستش که دنبال میکنه. هیوا جان، احزاب کرد که در کردستانن که الان مبارزه مسلحانه‌ای با جمهوری اسلامی ندارن، چند ساله که مبارزه مسلحانه ندارن، الان هم که آتش بس بود، یعنی در واقع آمریکا و جمهوری اسلامی توی آتش بس بودن. آخه خیلی وحشتناک اینجاست که دقیقاً توی این شرایطی که اومده شدت بخشیده سرکوب مردم رو در اونجا. فکر میکنی ریشه این مسئله به جز این که میخواد اینا رو از ایران دور کنه، در واقع از منطقه دور کنه، چه مسائل دیگه میتونه باشه؟ چون از این رو میپرسم برای اینکه جمهوری اسلامی بحثش اینه که اینها در واقع در رابطه با آمریکا و اسرائیل هم. آیا چنین چیزی هست؟ اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید رفیق میترا. اولا این احزاب اگه اسلحه‌ای هم در دست دارند، سالهای سال حداقل میشه دقیقا. گفت 20 سال اخیر این اسلحه ها برای محافظت از مکانهایی هستش که در اون
استقرار دارن، یعنی در واقع برای محافظت از خود و اعضای خود. چون من اشاره کردم در همون صحبت‌های پرسش اول که ما همین 2 دهه پیش در اقلیم کردستان 300 نفر از اعضای کومله و دموکرات توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی توی همین شهر سلیمانی و اقلیم کردستان شهید شدن، ترور شدن. و در واقع جمهوری اسلامی میخواد ما رو کاری اصلاح کنه که بی‌دفاع بشیم. خب این احزاب هم زیر این بار نمیرن، در حالی که درست شما به درستی اشاره کردید این احزاب خیلی وقته که مبارزه مسلحانه علیه رژیم رو کنار گذاشتن. حداقل طی 2 دهه اخیر هیچ فعالیتی در این زمینه ما از جانب این احزاب شاهد نبودیم و اسلحه‌ای هم اگه در دست داشته باشن برای محافظت از خودشون بوده، همونطور که اکثریت مردم اقلیم کردستان هم در خونه هاشون اسلحه دارن برای محافظت از خودشون. چون ما میدونیم در یک منطقه آشوب زده داریم زندگی میکنیم. واقعا خاورمیانه پر معنای واقعی یک منطقه آشوب زده است که تو نمیتونی اطمینان داشته باشی که فردا از خواب بیدار میشی یا بیدار نمیشی. وضعیت منطقه اینطوریه و در این وضعیت این احزاب هیچ وقت تن به این نمیدن که خواسته جمهوری اسلامی که اسلحه هاشون رو زمین بذارن. و در واقع جمهوری اسلامی هم میخواد اونا رو بی‌دفاع کنه در برابر خودش و هم میخواد در جامعه کردستان هیبت اونا یا به قولی هیمنه اونا رو هم بشکنه با این کار. برای همین هیچ وقت احزاب به نظر من به این خواسته جمهوری اسلامی تن نمیدن. اما در رابطه با این که گفتید چطور در این مرحله که آتش بس بین آمریکا و اسرائیل با ایران در جریان، جمهوری اسلامی حملاتش رو ادامه میده. من همونطور تو بخش اول صحبتام گفتم جمهوری اسلامی توی این 47 سال یک روز هم جنگ خود رو بر علیه احزاب کردستان قطع نکرده و هر روزه چه از طریق ترور، چه از طریق جنگ نظامی و حمله پهپادی موشکی، چه از طریق پروپاگاندای رسانه‌ای یعنی ترور شخصیتی، جنگش رو با این احزاب در جریان نگه داشته و مداوم بوده. و آتش بسی هم که بین آمریکا و اسرائیل با ایرانه، اصلا کردها خارج از اون مقوله هستن. اولا شما در آخر پرسشتون مطرح کردید چه رابطه‌ای احزاب کردستان هیچ رابطه‌ای با این جنگ که آمریکا و اسرائیل با ایران را انداختن ندارن و از نظر همه این احزاب به طور رسمی یا غیر رسمی ما دیدیم تو بیانیه‌های حزبیشون، تو اطلاعیه‌های حزبیشون که این جنگ مردم ایران نیست و متقاعد آن جنگ احزاب کردستان هم نیست و همه رهبران سیاسی این احزاب اعلام کردن که ما بخشی از این جنگ نبوده و نخواهیم بود. یعنی اصلا مبارزه احزاب کردستانی، مبارزه‌ای که احزاب کردستانی بر علیه جمهوری اسلامی میکنن و از سال 57 تا کنون در جریان بوده، جنس مبارزش با جنگی که آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران را انداختن یک چیز ماهوًا متفاوته. مبارزه‌ای که احزاب کردستان انجام میدن از دل مردم بیرون اومده، ریشه در جامعه خود کردستان ایران داره و اینا از همون مردمی هستن که داخل اون جامعه هستن، رهبران سیاسیشون، اعضای پیشمرگشون و خانواده هایی که توی این احزاب هستن همه از دل اون جامعه بیرون اومدن و اتفاقا این احزاب هر کدوم نماینده بخشی از مطالبات جامعه کردستان ایران هستن. در حالی که آمریکا و اسرائیل ما همه میدانیم به خاطر منافعش خودشون بر علیه ایران جنگ را انداختن. همونطور که ما تو مصاحبه های ترامپ میبینیم، ترامپ در یه جایی گفت اصلا من برام مهم نیست که رژیم جمهوری اسلامی یا رژیم آینده ایران دموکراسی باشه یا دموکراسی نباشه، من یک رژیم مطیع میخوام. این هدف جنگ آمریکاست. خب هیچ وقت احزاب کردستانی سمت طرفی از جنگ که اینطور فکر میکنه نمیشن و یا ابزار دست آمریکا و اسرائیل نمیشن. مردم کردستان پیوندشون رو با جامعه حفظ کردن
و مبارزه مشخص کردند و اتفاقا جمهوری اسلامی که انقدر به این احزاب فشار میاره و به اقلیم کردستان عراق فشار میاره و سرکوب و پهباد و موشک میفرسته، یک هدف رو دنبال میکنه که این احزاب و از جامعه کردستان و از منطقه دور کنه و پیوندی رو که این احزاب با مردم خود دارن قطع کنه. چون میدونه علل خصوص از انقلاب زن زندگی آزادی که ما تو 1401 شاهد بودیم، دیگه جمهوری اسلامی از اون به بعد فشارهاشو بر این احزاب بیشتر کرد، چون اون انقلاب دقیقاً این احزاب ریشه‌شو در جامعه کردستان کاشتند و ما دیدیم که انقلاب زن زندگی آزادی از شهرهای کردستان سر برآورد. اون انقلابی که در سطح جامعه ایجاد شد و به سراسر ایران گسترش یافت و در سطح جهانی آوازه پیدا کرد. دقیقاً از اون روز جمهوری اسلامی متوجه شد که خیلی به این احزاب میدان داده و کم اهمیت پیش خودش فرض کرده. خب به ما از همین دلیل 1401 من فکر میکنم ارتشاق اتفاقا رو به می‌بینیم. نکته جالبی اشاره کردی. همینی که میخواد در واقع این احزاب رو از اونجا دور کنه، در واقع میخواد دل جامعه رو خالی کنه، درون جامعه رو. چون در همین بلا رو در شهرهای دیگه هم داره به یه شکل دیگه میاره دیگه. وقتی جنبش ها، وقتی مبارزات سرکوب بشن، در واقع دست جمهوری اسلامی برای آنچه که میخواد بکنه در آینده راحت بازه. ولی در رابطه با مسئله اسرائیل و آمریکا که گفتم، اولا دیدی احتمالا ترامپ یه جایی میگه مثلا یه اشاره‌ای به کردستان میکنه و میره، ولی در فضای مجازی یک جوری برخورد کردنه که مثل این که من البته اینو قبول ندارم، فقط میخوام این رو مطرح میکنم برای اون بخشی که چون هیچ سندی نیست. الانم من با شما دارم صحبت میکنم و تا اونجایی هم که به هر حال بر اساس اطلاعیه هایی که این احزاب دادن، بر اساس شناختی که ما داریم، این گونه نیست که بگیم اینها وابستگان اسرائیل و آمریکان. ولی در فضای مجازی تا اونجایی که ممکن بوده یه جورایی مطرح شده که اینها از اسلحه گرفتن از طریق رضا پهلوی، از طریق ترامپ به اینها اسلحه رسیده. سر این بود که این مسئله رو مطرح کردم که متاسفانه به هر حال فضای مجازی دست اوناست و رسانه های بزرگم که در خدمت اوناست. و همین دلیل میتونن یک چنین از این ور ما اینا رو داریم، از اون ورم که جمهوری اسلامی هر کسی رو بخواد سرکوب کنه با دو تا کلمه، چه در داخل باشه میگه این جاسوس و مزدور اسرائیل و آمریکاست، خارج هم باشه که راحت میتونه بگه یک چنین دروغ رو به پشت این احزاب و سازمان ها ببنده. دقیقاً به مسئله خوبی اشاره کردید رفیق میترا، اینکه ترامپ میاد یک حرفی رو توی سوشیال میدیا به قول گفتنی ول میکنه میره و یک سری که البته معلومه بیشتر از کجا این مسئله پیگیری شد، بیشتر از جانب سلطنت طلبان و این گروه های پادشاهی خواه و طرفدار رضا پهلوی، که اتفاقا من خودم چون توی کردستان هستم و توی هم حزب خودم و هم از بقیه احزاب دیگه هم آگاهم و اتفاقا این مسئله رو پیگیری کردیم، هیچ حزبی در کردستان از آمریکا یا اسرائیل اسلحه نگرفته. و این حرفی که زد ترامپ معروفه که خیلی جاها هم دروغ گفته. حالا اگه دروغ هم نگفته باشه قطعاً به احزاب کردستان ایران هیچ اسلحه‌ای ما مطمئن هستیم تحویل نداده. نه مطمئن باش ولی که گروه دروغگوه و میتونه راحت دروغ بگه و چون رسانه در دستشه راحت همه کاری میتونه بکنه. قطعاً همینطوره. و این حرف ترامپ اتفاقاً یک نوعی از میتونه سیگنال دادن حتی به جمهوری اسلامی حساب بشه. حالا یا میخواسته به عنوان کارت فشار بر علیه جمهوری اسلامی، یعنی گوشزد کنه که اگه با هم را نیای، اگه سر سازش نداشته باشی، اگه مذاکره نکنی، این کردها من مسلح میکنم که قسمت غرب کشور رو برات جهنم کنم، مثلا یه چنین چیزی.
یا به قولی 100% روش جالبیه، چون همین رو در رابطه با خوزستان هم گفته بود دیگه. یعنی اینا رو بله مسلح میکنم و این یه چراغ سبز به اونه، به جمهوری اسلامیه، ولی در عوضش این چراغ سبز به جمهوری اسلامی از اون طرف هم در واقع اون موقعیت این احزاب و سازمان ها رو زیر سوال میبره توی جامعه، با توجه به اینکه به هر حال اونا رسانه هم ندارن که بخوان سر این مسئله توضیح بدن. از اون طرف این بله مسئله داره، از اون طرف هم که خودش راحت میتونه بگه دیدی ترامپ هم این رو گفته دیگه. خب اینا فردا ممکنه حمله کنن، پس در نتیجه 170 بار، 170 بار، مگه خود کردستان عراق چقدره که بخواد 170 بار حمله هم بکنه با پهپاد احتمالاً دیگه، یا موشک و جو چیزا. بله تا دیروز فقط بیش از 170 بار به مقرات و کمپ‌های احزاب کردستان حمله کرده. وگرنه آمارها برای خود اقلیم کردستان، یعنی خارج از اون مکانهایی که احزاب کردستان ایران هستند، مثلا به جاهای امنیتی اقلیم کردستان، به نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان، علل خصوص به نیروهای 70 که توی سلیمانیه هستند، 10 بار فقط به اونا حمله کرده. آمار برای خود اقلیم بیش از 300 باره، بیش از. و خود اقلیم هم، یعنی خارج از احزاب و خانواده های احزاب کردستان ایران، خود اقلیم هم در این حملات تا کنون 11 جان باخته داده. البته خب یادمون باشه آمریکا در واقع توی اون بعد از جنگ، بعد از در واقع تجاوزی که به عراق کرد، به عراق رو به اون روز رسوند، افغانستان رو به اون روز رسوند، ترجیحش این بود که عراق رو در واقع مثل یک باجی به جمهوری اسلامی داد، حیات خلوتش شد دیگه. و همین دلیله که جمهوری اسلامی میتونه در عراق اینجوره اینگونه یک تازی کنه. درسته. نه، من نفوذ زیادی داره جمهوری اسلامی تو عراق، علل خصوص توی بغداد و توی اقلیم هم نفوذ کرده. این کاملا آشکاره. البته همینجور که شما گفتید، میگید مثلا تا حالا بارها 300 400 نفر رو ترور کرده. میدونم که دست جمهوری اسلامی، قبلا هم با شما هم با دوستان دیگه که صحبت کردم، میدونم دست جمهوری اسلامی برای ترور ایرانی ها در اونجا بسیار بازه و راحت میتونه بره ترور کنه و برگرده و هیچ. این مهم اینه که هیچ کس هم نیست که جلوش رو بگیره. من با توجه به زمانم آخرین پرسشم رو مطرح میکنم. سازمان بله. های مترقی و آزادیخواه چطور میتونن به وضعیتی که از سوی ایران و روی این احزاب تحمیل شده یاری برسونن، همدلی داشته باشن، کمکی باشن؟ چگونه میشه، از چه روشی میشه در واقع یک همدلی یا هم حمایتی داشته باشن از این احزاب؟ به نظر من ما توی این جنگ اخیر علل خصوص و هم تو جنگ 12 روزه، ولی به شدت و به وضوح توی این جنگ که 40 روز طول کشید، ما شاهد بودیم از سوی سازمان‌های مترقی و آزادیخواه یا به قولی چپ و سوسیالیست که با صراحت و روشنی شعار نه به جنگ سر داده شد و آکسیون هایی هم برگزار شد و اتفاقا نشست هایی هم برگزار شد از سوی هم سازمان های چپ و سوسیالیست ایرانی هم غیر ایرانی در کشورهای اروپایی که در محکومیت این جنگ. خب این موضعگیری خوبی بود و البته بعضی از گروه ها و سازمان ها حتی در فکر ایجاد یا برقراری راه سوم بودن، یعنی شعار نه به جنگ به تنهایی کارساز نیست، ما باید راه سومی هم برای خروج از این دوگانه سرکوب داخلی و جنگ بیرونی پیدا کنیم. یعنی تو نمیشه فقط بگی من مخالفم، هم سرکوب داخلی مخالفم، هم جنگ بیرونی مخالفم و فقط مخالفم. باید راهکار هم داشته باشی. و خب خیلی از دوستان، خیلی از گروه ها، خیلی از سازمان های چپ و سوسیالیست و آزادیخواه این راه رو در پیش گرفتن. ولی خب من به وضوح حداقل تا الان ندیدم که همین نه به جنگ و همین محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل به شهرهای ایران رو در رابطه با محکومیت جمهوری اسلامی به شهرهای اقلیم کردستان و به احزاب کردستان
انجام بدن. به نظر من اونا باید وقتی شعار نه به جنگ میدن، وقتی شعار نه به ویرانی و سرکوب مردم میدن، باید این برم ببینن. خب جمهوری اسلامی داره به احزاب کردستانی که گفتم 20 سال مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکردن، تنها فعالیت اونا فعالیت سیاسی و موضعگیری مدنی و اندیشه‌ای بوده، یعنی خشونت آمیز بر علیه جمهوری اسلامی انجام نشده از سوی این احزاب. خب جمهوری اسلامی داره بی‌محابا به کمپ های خانواده های این احزاب حمله میکنه، به شهرهای خود اقلیم کردستان که جاهایی که اصلا ربطی به این احزاب نداره، به مکانهایی که تحت حکومت بارزانی یا حکومت طالبانی یکیتی هستش، داره حمله میکنه، حتی به مقرات اونا حمله میکنه. ولی گروه ها و سازمان های مترقی به طور واضح و گسترده این حملات رو تاکنون محکوم نکردن. به نظر من باید گروه های مترقی، سازمان های مترقی و آزادیخواه، افراد فعال چپ و سوسیالیست و سازمان های چپ و سوسیالیست با نوشتن نامه به سازمان های بین المللی مرتبط، به سازمان ملل، به پارلمان های اروپایی، به افراد سرشناس اروپایی در نامه‌های دست جمعی از این سازمان‌ها بخواهند که این حملات جمهوری اسلامی را محکوم کنند و از جمهوری اسلامی بخواهند این حملات را قطع کنه یا بر جمهوری اسلامی فشار بیارن که حملاتش رو به احزاب کردستانی و اقلیم کردستان قطع کنه. این به نظر و اکسیون هایی اگه بتونن در شهرهای اروپایی برگزار کنن که صدای این احزاب باشن، احزابی که الان از دو طرف بهشون فشار اومده، هم از سوی مقامات عراقی که گفتم تحت سیطره نفوذ جمهوری اسلامی هستند و از سوی خود جمهوری اسلامی با حملات پهپادی و موشکی. و ما تاکنون در احزاب کردستان 10 شهید تا امروز دادیم و بیش از 30 نفر مجروح دادیم. خارج از احزاب کردستانی 11 شهید از شهروندان اقلیم کردستان شهید شدن و 10 ها مجروح هم اونا داشتن. یعنی خب به خاطر چی؟ از کجای این خاک یک موشک به سوی جمهوری اسلامی پرتاب شده تو این 40 روز؟ از کجای این خاک یک گلوله به سوی جمهوری اسلامی شلیک شده؟ یعنی این حملاتی که جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان کرده یه جنایت داره با این میکنه، دقیقاً داره جنایت میکنه و جنایت جان دقیقاً چون من با فکر میکنم الان اینقدر توجه به چیزی که اینقدر تمرکز بگو. بله اینقدر تمرکز نداشته روی اسرائیل. یعنی حتی تو همین آتش بس هیچ شلیکی به سوی اسرائیل نکرده، تو آتش بسی که با اسرائیل داشته، در حالی که جنگ اصلی او با اسرائیل، با آمریکاست. ولی انتقام ذلیل شدن خودش و زبون شدن خودش و اینکه خساراتی که از سوی آمریکا و اسرائیل به اون وارد شده داره از همسایه های منطقه‌ای خودش میگیره، از احزابی که از اوایل روی کار آمدنش تا الان از اونا کینه داره، در حالی که این احزاب نه یک گلوله شلیک کردن، نه موشکی به سمت اون پرتاب کردن و نه حرکتی هم کردن به سمت مرزهای جمهوری اسلامی و اصلا بخشی از این جنگ نبودن. توی این 2 هفته که در واقع جنگ موقتا تعطیلش کردن، توی این 2 هفته در واقع به کشورهای همسایه هم شلیک نکرده، فقط به حیات خلوتش که عراق باشه در واقع این قدرت رو داره که بتونه این گونه برخورد کنه، وگرنه با بقیه هم توی این 2 هفته در واقع دست نگه داشت. من اتفاقا فکر میکنم با موردی که میگی که مثلا به هر حال صدایی باشیم بر علیه این شرایط، به هر حال ما که خارج هستیم بتونیم صدایی باشیم در این زاویه. من به سهم خودم سعی میکنم حتما این کار رو بتونم دامن بزنم و آرزو میکنم اون دوستانی که صدای ما رو میشنون با فقط در نظر بگیریم، اصلا در نظر نگیریم این بخش که در اونجا هموطنایمان، فقط در نظر بگیریم که یک عده آدم اونجا دارن زندگی میکنن و به قول هیوا جان یک دونه تیرم به سمت ایران شلیک نکردن، ولی جمهوری اسلامی چون میتونه این قدرت رو داره، میتونه
به اونجا 170 تا، مگه میگم در نظر بگیرید کردستان عراق ایران نیست که بگیم آقا 170 تا زد هیچ اتفاقی نمیفته. کوچیک جایی که مردم مسکونی دارن زندگی میکنن ممکنه منطقه بزرگ باشه ولی مردم یک جای خاصی زندگی میکنن. یعنی با این چنین جنایتی که داره جمهوری اسلامی انجام میده خوب ما نسبت بهش حداقل فکر کنیم. جای اینکه وقتی میان میگن که احزاب کرد رو آمریکا و رضا پهلوی و اسرائیل حمایت میکنن و پول در اختیارشون گذاشتن، اینجا باید بگیم اگر پول در اختیارشون گذاشتن، اگر اسلحه در اختیارشون گذاشتن، چرا استفاده نمیکنن؟ حداقل از خودمون بپرسیم چرا اگر یک چنین موقعیتی هست چرا ایستادن تا بکشنشون؟ میدونم زیاد صحبت کردم. هیوای عزیز در آخر اگر نکته موردی هست بسیار خوشحال میشم که بشنوم. خیلی سپاسگزارم از شما رفیق میترا عزیز. نه منم بیشتر از این صحبت نمی‌کنم، فقط یک نکته پایانی میگم که واقعا این تهاجمایی که به اقلیم کردستان و احزاب کردستانی انجام میده جمهوری اسلامی مصداق جنایت جنگیه. قطعا داره جنایت جنگی انجام میده، چون احزاب کردستان در تمام این سالهایی که بر خلاف جمهوری اسلامی ایستادن و مبارزه کردن بخشی از مبارزه بر حق جامعه ایران به طور عام و جامعه کردستان ایران به طور علل خصوص هستند. یعنی این احزاب مبارزه‌ای که بخشی از مطالبات جامعه کردستان ایران هست رو دارن پیگیری میکنن، مبارزات بر حقی که مطالبات بر حقی که حق هر انسانی است، آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های زبان مادری و از این دست حداقل‌های زندگی، دقیقاً حداقل‌های زندگی، عدالت اجتماعی، حداقل زندگی، زبان مادری، حداقل زندگی، چیزی که متاسفانه به قول خودتون در ابتدا گفتید در منطقه ما آنچنان آشوب و واویلاست که بعضی از چیزها بسیار سنگینن. من همینجا باز هم آرزو میکنم که همینجور که ما تجاوز آمریکا و اسرائیل رو به ایران محکوم میکنیم و هم در کنارش جنایات جمهوری اسلامی رو محکوم میکنیم، نه به جنگ میگیم نه به جمهوری اسلامی میگیم، فکر میکنم یادمون باشه توی این مقطع وقتی یک چنین اخباری رو کنارش میشنویم ما فکر کنم میتونیم و باید این کار رو بکنیم که نه به تجاوز به کشتار هموطنانمون در جای دیگه داره انجام میگیره. باید بگیم نمیدونم چی کلمه ای رو باید بذاریم، باید بگیم نه به تجاوز به کشورهای همسایه خودمون که هیچ نقشی هم در این جنگ نداشتن. در کنار این نهایی که هم میگیم رفیق میترا، به عنوان سخن آخر ما باید راه سومی هم که برمیگزینیم یک راه عملکردی و راهبردی باشه. یعنی برای خروج از این بنبست دوگانه سرکوب داخلی و جنگ بیرونی باید راه سومی رو بیابیم که بتونیم هم از سرکوب داخلی نجات پیدا کنیم و هم از تحمیل جنگ خارجی به دور بمونیم. حتما اون رو که من هم معتقدم اون یک وظیفه‌ایه که به عهده تک تک ما آزادی خواهانه که بتونیم به روش‌های مختلف در مقابل دو جنایتکار همواره بتونیم صدا باشیم و اقدام بکنیم. یک دنیا سپاس هیوای مجیدزاده عزیز و گرامی، با آرزوی این که بتونیم به هر حال توی این مقطع صدا باشیم. سپاسگزارم. خواهش میکنم همراهان عزیز با ما باشید و البته هیوا جان برامون یک ترانه کردی میفرسته، من همینجا قولشو میگیرم، یک ترانه کردی برام میفرسته که من در انتها یک ترانه کردی پخش بکنم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
برای صدارکن نایا نوی هتا و حلوه لدارستانی آوینه کتری آشتی اخرى بگره خونی منالانی دریا دایکی آواره هنیجن که دتوانه لمولاتا ریل باران و گل بگره که دتوانه لمولاتا ریل باران و گل بگره تفنگی دستی تو لان کو لای لایه بود خونی تانشتمال لباوشتا حتا کازی و دبنوی منجا كانت در و بارن لخاکی جا سرودلن تا خاکی سوری نشتمان لام پایزا گل بگره تا خاکی سوری نشتمان لام پایزا گل بگره که گله دشمنی دیرین برزی بالات زامدارکا علی دریای تو ماسی سور لباوشتا اخرى دگره طال طالی قجی خواهد که زنگی خور شوگارن تو شوربیت ملدزانه شوربی بپی و دمره تو شوربیت ملدزانه شوربی بپی و دمره خونه کانت بالا دکن رگی لفاوی مرگ گرن تا تو بوی تو پپوله به روح آزادی نامره تا تو بوی تو پپوله به روح آزادی نامره تا تو بوی تو پپوله به روح آزادی نامره تا تو بوی تو پپوله به روح آزادی نامره